سلام. امروز اسم ما فرق میکنه. من اینا رو طراحی کردم. تو هر یه دونه کاغذا یه حروف الفبا هستش که اونجوری نیستش که مثلا بگیم آقا از چی بریم بگی فلانی از سه بریم همه بریم. الفبا رو نوشتم. همینجوری میریزیم زمین. برمی‌دارم هر کدوم اومد همونو میریم. حالا چه سخت چه آسون. من همینجوری نوشتم دیگه عشقی. میریم. به نظرت کدوم؟ من میگم این. کدوم؟ این. خب بریم. ز. یک. دو. سه. اوه آرا اسم زلیخا. بریم افتخار بچه‌های باشگاه. باریکلا. اسو باشه اسو همتون موندید. خب اسو نه سیاست بلد نیستی. بذار زمین اسم زلیخا. زهرا. 10 امتیاز. من و امیر 5. فامیلی زامیاری. زانی. زحلی 10. غذا زرش پلو. مهدی 0. 10. غذا زرش پلو رو چرا ننوشتم؟ شهر من هیچی ننوشتم. زاهدان 20. بلده. کشور زالانتیا نداریم. نه زانتالیا نداریم. مهدی 0. ما هم ننوشتیم. بس خود یک کشور اندازه فرق ندارم. یک کشور کوچیک داخلی یه قاره. نه داداش نداریم. زیتون صفره داداش. صفر زیتون پلاستیکی داریم مگه؟ بابا من بچه بودم یه قابلمه از این اسباب بازی‌ها بودن توش زیتون پلاستیکی. کوچیر چه نمی‌نویسی؟ 0. من زنگ خونه داداش. زنگ خونه. 20. گل ننوشتم. نگاه دو تاشو قبول نکردم. ماشین زانتیا. تو چندی؟ ماشین زانتیا 20. آقا من 125. امیر 40 بده اینجا. 45. با من 5 تا فاصله داشت. آقا این بازی من برنده شدم. خب شما دو یعنی چی پلشتی؟ چی ما؟ آقا این اسفاملایی که ما نوشتیم اینجا الان بدون اینکه بنویسیم میخوایم بگیم اوکی؟ یعنی مثلا من میگم اسم تو میگی سری فلان. چتبی نیست شفایی. شفایی. خب آقا من انتخاب میکنم. من انتخاب کنم. یه چرا همه اینا رو میبینی من میندازم همینو برمیدارم مثلا مهم نیست. چی؟ 3. خیلی هم آسونه. 3 دندونه. 1 2 3. اسم صیاد. خب صیاد اوکی درسته. چیه دیگه صیاد اسمه. آره. نه 3 صابونه. تو این 3 دیگه. 3 آقا نه اوکی. 1 فامیلیا. 1 2 3. سیاد دیگه. خانم سیاد یاد نیست اونجا کار میکردیم. خانم سیاد بود. فامیلیه دیگه. این هم از این سیاه. 1 2 3. غذا صورتی. میگم زنگه. غذا سوپ. آفرین. امیر 1 جلو. امیر 1 مهدی 0. 1 2 3. رنگ سیاه. داره فکر میکنم من ندونستم بذارم 3. گفتی 3 گفت سیاه. خب 1 که شهر میخوایم بریم. 1 2 3. شهر 3. سابور. نه اون زابوله. این کابوله کس زابور. امیر بودو دیگه. امیر 3. خیلی دیوسی. نه آقا ای لحظه بیا آقا من اینو 3 دیگه. سوئد. اون کشور. سوئد. خب مال منه دیگه. بعدی تو نمیگی سوئد. نه چرا شانسی دارم اینجا حرف بزنم. 3. خب 3 خود چی داریم شهر؟ چی داریم؟ وایسا. سبلان. آفرین. سبلان از 2 جای ذهنم نبود. 2 1. میریم واسه کشور. اینجا رقابتیه. آره نگاه بودیم. 1 2 میدی دهنش میلرزه. آقا سری میگم. 1 2 3.
این گفت نه من صدای تو رو نشیدم. صداش بلندتر چون نزدیک‌تر نه خدا این گفت. من گفتم دیگه آقا. مهدی 3-1 باش این 3 من یکم. مهدی بذار اینو بهتون بگم بچه‌ها بازنده سیبیل آتشی قراره بکشه 3 تا سیبیل آتشیه در حد آره باش اشیا پلاستیکی نگید بابا چرا؟ نه پلاستیکی نگو چرا؟ 1 2 3 صابون 3 چیز عقب نه 3 مهم 3 2 سیبیل آتشی نخوری بابا من قرمز میشم سری 1 2 3 کل صورتی گفتی با 3 داریم کل صورتی هم درسته ولی خب من گفته بودم بگو گل سوسن این چه زنیه اصلا عقل ندارید ناموزن خاکه گلن خاکه معلومه ماشین 1 2 3 سانتافه خوش تو سرت سوناتا سانتافه بابا این 3 صابون رو میگه 3 دندونه رو میگه کل 3 رو خب بگو بعدی اعضای بدن 1 2 3 صورت با هم گفتیم تو چی گفتی اصلا؟ سیبیل من گفتم صورت اعضای بدن مهدی چی بیشتره؟ این زدی بیشتر این بیشتر اعضای بدنه؟ آره صورت خب سیبیل اعضای صورت یا صورت سیبیل جزء اعضای بدن هست یا نه؟ آقا به بدن من بسته دیگه هست اینم ما رو قوی تره نگاه یعنی چی الان؟ بعد اصلا صدای خیلی بیشتر خب من با صداش چیکار داری؟ تو با سریع‌تره کار داری سریع گفتم صورت باشه من اینجوری میگم بگید سر تمام تو چیه سر خب من گفتم سیبیل آقا سیبیلم میشه بعدی فیلم یا کارتون 1 2 3 پلنگ صورتی کس خب پ داره بابا اولش 3 داشته باشه صورتی سیاسفید فیلم هست دیگه داداش اسم بگو تو اصلا یه اسم بگو میاد من نمیدونستم ولی 4 بعدی میوه است 1 2 3 رو من میگم داداش سری خب 2 3 با هم دیگه گفتید داداش این امتیاز نمیگیره آقا باشه 4 خودت به جای این دوتای آخریه یه چی انتخاب کن بگو مثلا یه چیز دیگه مثلا هر چی که تو ذهنت آقا یه دونه دیگه بهتون میگم اگه اینم مساوی شید خب من یه حروف بهتون میگم سری بعد اون چیزی که من انتخاب میکنم بگید برنده مشخصی تموم شده آقا بعدی حیوونه 1 2 سیبیل آتشی معلوم نیست واسه کدومتونه 3 مهدی چرا میگی صدا وقتی داره میاد اینجوریه سوسکمان نه سوسمان آقا باز چی میگم بابا علامت داد نه آقا گفت مهدی چیکار میکنه مهدی اول خیلی وحشیانه اوکی از این تو فیلم نزنی واسه دستمو داری میشکنی بابا مهدی اینجا آروم چیز کن من عراشو در میارم محکمه دیگه با درد نداره سیبیل آتش مهدی من تو که میخوای محکم بکشی مهدی محکم نکشی مهدی درد داره مهدی عجب آقا میخواد مهدی خب خیلی پوزیشن بدی داری انتخاب میکنی بخواب سریع بابا نمیگه اوکی بچه ریلکس یه من بریم او مای گاد فاکینگ دید حالا بیم داداش من بردم 3 بار بیان اینجا من داورم من اول شدم 3 بار آره 3 بار 1 2 3 دیگه ما واسه بگادم فوند دندونام رفت تو دهنم بابا فشار داد کل دهنم ببین من سیبیل نشدم اینجا هم رد قرمز میموند آخرین چالش های ما یه جا ما رو میکشه نه